سلام خدمت شما همراهان عزیز فال طلا. امیدوارم که حال همگیتون عالی باشه. امروز با یک فال کامل قهوه در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که نیت احساسی دارید، اگر نیت کاری دارید، هر نیتی که دارید امروز برای شما توی این فال قرار بررسی بشه، چه متأهلید چه مجردید، همه رو میخوام براتون بررسی کنم. اگر این ویدیو خیلی اتفاقی سر در واقع راهت قرار گرفت، مطمئن باش که برات یه سری پیغام ها داره. تا آخر ویدیو حتما نگاه کنید. دوست نداشتید ویدیو رو هم مثلا لایک نکنید. اما چیزهایی که امروز میخوام براتون بررسی کنم دوستان، چون انرژی فال زیاده، ممکنه برای یه عدتون اتفاق افتاده و یا برای یه عدتون اتفاق خواهد افتاد. اما چیزی که براتون داره نشون میده یک دوره‌ای بی‌تفاوتی و دلمردگی رو براتون نسبت به زندگی دارم میبینم. بین زمین و هوا نشون میده که موندید یا ممکنه که بمونید. از لحاظ روحی جسمی یه حالت خسته شدن براتون افتاده، زانوی غمی بغل کردید که داره نشون میده حال و حوصله هیچ چیز رو ندارید. هر راهی رو پیش میرید به نتیجه دلخواهتون انگار نمیرسید و این باعث شده همه چیز رو بخواید ارزیابی بکنید. همش دارید فکر میکنید و هر چیزی که سر راهتون قرار میگیره یا هر کاری که دارید میکنید باب میلتون نیست. یه عده‌ای از لحاظ کاری و مالی داره نشون میده توی یک دوره‌ای ممکنه قرار بگیرن که کارهاشون خوب پیش نمیره، یا همه چیز به هم میخوره، یا یه دوره‌ای دارن میبینن که توی کارهاتون یه حالت فاصله میفته. اصلا مدتی ممکنه یه عده بیکار بشینن تو خونه، یعنی اصلا کارهاشون کلا استاپ کنه. اما دیدار و ملاقات با یه شخص براتون دارم میبینم که این شخص یه سری پیشنهادات رو بهتون میده و اگر شرایط کاریتون یا شرایط زندگیتون خوب نیست و یه دوره کسل کننده ای رو دارید پیش میرید، با پیشنهاد این شخص، با قدم های این شخص که براتون افتاده، از این وضعیت خارج میشید و زندگیتون قراره رونق پیدا کنه. پس اگر که از لحاظ کاری و مالی توی مشکل هستید، من به زودی دارم میبینم از این وضعیت خارج میشید و وضعیتتون خیلی بهتر خواهد شد. عزیزانی که سینگل هستن و توی هیچ رابطه‌ای قرار ندارن، یعنی خیلی وقت توی رابطه‌ای نرفتن، خیلیاتون اون شخص مد نظرتون رو نمیتونید پیدا کنید. کلا دارم میبینم که دلزده شدید از پیشنهاداتی که بهتون میشه، یا اصلا دیگه دلزده شدید از جستجو کردن و حوصله ندارید دیگه دنبال اون شخص مد نظرتون بگردید. اما براتون داره نشون میده، یعنی برای خیلی از سینگلای عزیزی که دارن این ویدیو رو میبینن، یه رابطه فوق‌العاده عالی که قراره به زودی واردش بشید و این رابطه از طریق یک دوست براتون دارم میبرم. این واسطه حالت دوستی میتونه داشته باشه، یا کلا مثلا دوستی رو ببینید و توی اون مکان آشنا بشید با این شخص. در حالت کلی دارم میبینم وارد یه رابطه عالی دارید میشید که این رابطه قراره با جدیت پیش بره، یعنی هر دو نفرتون جدی توی این رابطه قدم برمیدارید و حتی صحبت‌های ازدواجی با شخص مد نظر دارم میبینم. این طرف مقابلتون کاملا برای ازدواج داره میاد انگار و کس ازدواجیتون هستش. ممکنه که خیلیاتون با اون شخص ازدواج هم بکنید. برای یه سریا پیشنهاد از سمت یه فرد متأهل دارم میبینم. این اگر که توی رابطه نیستید مراقب باشید، شخص مد نظرتون میتونه که فرد متأهل باشه. نمیگم برای همه، برای یه عده‌ای دارم میبینم پیشنهاد از سمت یه آقای متأهل. این یه جداگونه است، کلا با اون فرد فرق داره. اما عزیزانی که توی روابطشون مشکل دارن، به خصوص اگر که متأهل هستید و مشکلاتی دارید، داره نشون میده که شریک عاطفیتون ممکنه یه مدتی از شما فاصله گرفته باشه. مثلا حوصله حرف زدن نمیبینم که داره، و نه حوصله حرف زدن داره، نه حوصله پیش بردن این رابطه رو داره. این روزها برای یک سریاتون داره نشون میده که توی روابطتون مشکلات و دلخوری های قراره پیش بیاد یا اومده و هر چقدر که دارید برای این رابطه قدم برمی‌دارید، هر چقدر دارید سعی تلاش می‌کنید که طرف مقابل رو نظرش رو جلب کنید، فایده نداره. توی روابطتون رفتارهای بچگونه زیاد دارم می‌بینم و این رابطه به خاطر یه سری رفتارهای احمقانه و بچگانه داره نشون میده که همش به مشکل داره میخوره. اما توی روابطتون داره نشون میده که باید صبر بکنید. این شخص خودش در واقع دوباره به سمتتون قراره که برگرده و روابط رو درست کنه، خودش پیش قدم میشه. اگر خونه رو ترک کردید، یه شریک عاطفیتون در واقع خونه رو ترک کرده، دوباره برگشت به خونه افتاده. برای متأهلینی که نیت بارداری دارن، جواب مثبت رو دارن میبینم. داره 2 فرزندی و حتی 2 فرزند به بالا، 3 4. اگر فرزند پسر دارید و منتظر در واقع بچه دومتون هست یا بچه دیگه‌تون، این بچه رو برای خیلیاتون دختر دارم میبینم. ممکن اگر کسایی هم که 2 تا فرزند دختر دارن، بازم براشون دوباره فرزند دختر داره نشون میده. اگر که بچه اولتون دختره، باز هم یه بچه دختر داره نشون میده، یعنی فرزند دومتون هم میتونه که دختر باشه. عزیزانی که توی رابطه بودید، شریک عاطفیتون
الان حالا باهاش فاصله دارید کات کردید، داره نشون میده به خاطر یه سری کارهایی که براش انجام میدید کلا توقعاتش خیلی بالا رفته و الان هر کاری که بکنید به چشمش نمیاد یا حس میکنه دیگه اصلا رابطه باب میلش نیست. ممکنه خسته بشید و بخواید پاپس بکشید به خاطر رفتارهای طرف مقابلتون. این پاپس کشیدن شما باعث میشه که این بار این شخص خودش به سمتتون بیاد و حتی میخواد که رو در رو با هم صحبت‌هایی داشته باشید. روابطی که به هم ریخته کلا دارم میبینم دوباره شروع میشه و شروعش بهتر از قبل خواهد شد براتون. برای خیلیاتون داره نشون میده که یه سری خاطرات قرار براتون زنده بشه، یه حالت نوستالژیک براتون افتاده. یه سری‌ها دارن میبینم کلا قراره یک دوره‌ای به یاد خاطرات گذشتهشون بیفتن و برای برخی‌ها هم یه رو شدن دست اینجا افتاده. بچه‌ها ممکنه ذات واقعی یک نفر رو ببینید، یه چیزهایی براتون روشن بشه کلا، یا مشکلی داشته باشید، حواستون باشه. اگر یه خواسته هایی توی زندگیتون دارید در حال حاضر و این خواسته ها رو برای خودتون غیر ممکن دارید میبینید و حس میکنه که هیچ وقت قرار نیست به این در واقع خواسته ها برسید، به این آرزوها تحقق هیچ وقت شاید پیدا نمیکنه، داره نشون میده که این خواسته های شما به وسیله یک نفر، یک آقا به خصوص دارم میبینم، از خانواده یا از آشنایان نزدیکتون قرار تحقق پیدا کنه. هر آرزوی غیر ممکنی رو دارید میبینید، مسیر کاملا براتون بازه. برای یه نفر از خانواده خوشحالی‌های بزرگ دارم میبینم، موفقیت‌های بزرگ داره نشون میده، یه جوری که همه اعضای خانواده نسبت به این اتفاق خوشحال خواهند شد. افرادی که در واقع نیت کردید و این فال رو تا اینجا دارید میبینید، براتون زندگی بسیار روشن رو دارم میبینم. آینده زندگیتون بسیار بسیار قراره پرنور باشه و روشن افتاده. هر چقدر که الان توی یک دوره هستید تیرگی وجود داره، ولی آیندهش میتونم بگم بسیار روشن هستش و ستاره شانس شما شروع به درخشیدن خواهد کرد. یه درخششی که در واقع میتونم بگم زبان زد شاید همه باشه، یه چیزی که شاید میگم آرزوشو دارید ولی فکر میکنید اصلا اتفاق براتون نمیفته، یه سری چیز اتفاق خواهد افتاد. عزیزانی هم که نیت خرید خونه یا جابجایی دارید تا 10 بعد آینده براتون روشن میشه. هر نیت دیگه‌ای که دارید توی قلبتون، حالا چیزهایی هستش که توی این فال من دیگه نمیتونم دیگه بیشتر از این توضیح بدم و وقتش رو ندارم، اگر نیتی دارید و میخواید بدونید که جوابش چی هست، براتون جوابش کاملا مثبته. حتما کامنت بذار، بگو که از ته قلبم باور دارم تا این ویدیو و این فال جوابگوی در واقع آینده تو باشه و برای تحقق پیدا کنه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.